یک آدم پیش رسول خدا اومد گفت یا رسول الله میخوام که بایشم. رسول خدا گفت میخوای که همین فردا از خواب بخیزی بایشه؟ گفت بله. گفت سر خستی که زن تا ویدور کردی که زنده، گودکات نگاه کردی که زنده، خانه در نگرفته، گاود نمورده، گوسپند نمورده، یگان تلفن نشده که اکد مرده و تد مرده یا که بانیسده آواری شده، هیچ خبری نیست. خستی که پویسکای سود و پرکرور نیومده، بدون که همون تو میلیونری. گفت همون تو ایت دا بو هیچ که نیست. خدای نکرده سهر میخیزی که میگه بخیگی پدر صدقه کرد، بخیگی مادر گذشت، بخیگی بچه ها اومده سبنیان آواری کردن، توبه کردم خدا. شنویده سیم دیده سیم کو؟ یا سهر میخیزی که شوشا میگه شاو میگه اوشا خوردیم، یک دفعه سهر هم که میگم فلانی فلانی میخیزم پدر او تای فلانی نمیخیزم. میگه هیچی نیست ای برای همین شگرانه کردن در کل یک بر نزخین که